سلام دوستان عزیز. یه موردی که به قول معروف کسی اصلا رعایت نمیکنه و مکانیکا به قول معروف اصلا بهش توجه نمیکنن، نمیدونن چیه. گرید آ ما بوش میگیریم میذاریم، پیستونامون گرید آ هن. رینگامون هم گرید آ میزنیم. خب بعد به قول معروف ما اینجا در حالت 12 رینگ پایین میذاریم، رینگ روغن. رینگ وسطی میشه 8 یا 4، هیچ فرقی نمیکنه، و این وری هم 4. و اینجوری میشه که اگر بوشامون گرید آ باشن، پیستونامون گرید آ باشن، رینگامون گرید آ باشن، کمپرسور بیشتری بهمون میده و شتاب ماشینمون هم بیشتر میشه که اینو کسی رعایت نمیکنه.